من آقای من مولای من آقای من مولای من آقای من مولای من آقای من خواهر برادرها امروز جتاری بسم الله گرفتاری بسم الله دردمندی بسم الله مگه نمیدانی بوی خون حسین میآید وای امان امان گرفتاران دردمندا کجا نشسته ای مولا را صدا بزنی آخی دیگه میدانی کاروان ابی عبدالله را گل کردن با غریب حسین امروز یک مصیبت برات میخوانم دلت سوخت کنم از دعایت فراموش نکنی اما دعا میکنم اگر مادر از زهرا اینجا باشه منو ببخشه معذرت میخوام زهرا جان کربلایا کجا نشستی کربلایا اونایی که میخواین برید بازم کربلا با کربلا برسانم که آرزو دارم حسین جان بازم امضا کن بیاییم کناره آخه ما گونجا نیاییم کجا بیاییم این همه درد به کی بگیم ارباب ما به کربلا برسانم که آرزو دارم میان روضه عباس بس عرض و گفتگو دارم چه کربلاست که عالم فغان و شنگ دارم اما غرق گناهم تو یک حسین دارم لا اله الا الله ارباب چه کربلاست که عالم به هوش می آید گوش دست بفرما گوش کن دیگه چه کربلاست که عالم به هوش می آید هنوز ناله زینب به گوش می آید وای وای امان امان دیگه میخوام مصیبت بخوانم خواهر آماده بسم الله امروز میخوام تو هم با زینب قهرمان کربلا ناله کنی وای امان امان کاروان ابی عبدالله حرکت کردن وای امان اما یک وقت به یک سرزمین رسیدن دیدن زلجنای ابی عبدالله کاروان ابی عبدالله دیدن قدم از قدم بر نمی داره ابی عبدالله توقف کردن صدا زدن بگین زمین چه نام داره گفت این زمین زمین نینوا گفت نه یک نام دیگر هم داره گفت این زمین زمین قاضریه نه گفت یک نام دیگر هم داره گفت این زمین زمین شد الفرات گفت نه یک نام دیگر هم داره گفت این زمین و زمین کربلا تا زینب نام کربلا را شنید صدایش به باغری و حسین امروز میخوام تو هم نالایت بلند بشه گرفتاری بسم الله دردمندی بسم الله روز عرفات روز توبه امروز میخوام با زینب ناله کنی امروز میخوام با مادر زهرا ناله کنی امروز نام تو ثبت بکنی بگی ابی عبدالله از زمانی که تو حرکت کردی ما حسین خوش به سعادتت برای مادرت دعا کن خوب تو رو تربیت کرده
بمیرم به زینب. تا نام کربلا را شنید صدای با غریبا حسین و مظلوما حسین بلند شد. وای وای میدونی چرا زینب نالهایش بلند شد؟ آخه رسول خدا شنیده بود، از مادر زهرا شنیده بود روز عاشورای جوانان بنی هاشم بربر میشه. نبی عبدالله لبان تشنه وای امان امان امان. میخوام یک اشاره بکنم ببینید چرا زینب نالش به غریبا حسین بلند شد. به خدا روز عاشورا کدام لحظه؟ همون لحظه امید من میدویدم من می‌نشستم. امروز فقط یک اشاره میکنم دیگه خود میدونی گرفتار درد من. زینب دوید از جانب کجا؟ دوید به طرف گودی قتلگاه. دید شمر بر دامن چیزی داره اما دست پای شمر میلرزه. صدا زده شمر چیه بر دامن چی داری؟ صدا زد زینب سر بریده برادرت حسین. دیگه رنگ چیره زینب پرید. لا اله الا الله لا اله الا الله. دیگه تو هم نالهایت بلند کن. صدا زد شب جلو دست و پایت میلرزه. گفت زینب او زمانی که میخواستم سر حسین رو جدا کنم دیدم برادرت به من نگاه میکرد. گفتم حسین در این لحظه آخر چرا اینطور نگاه میکنی؟ گفت برادرت به من گفت که آیا مرا میشناسی؟ گفت بله تو رو میشناسم. پدرت علی مرتضی، مادرت زهرا، پیغمبرت رسول الله. گفت با این همه حال که مرا میشناسی سر میبری؟ گفت بله. گفت زمان که میخواستم سرشو ببرم یک وقت دیدم حسین سمت راست و چپ نگاه میکنه. حسین چرا اینطور نگاه میکنی؟ گفت ظالم مگه نمیبینی سمت راستم پیغمبر خدا نشسته دست به دندان گرفته، سمت چپ کی نشسته؟ پدرم علی مرتضی. وای وای لا اله الا الله لا اله الا الله. گفت چرا به پایین پا نگاه میکنی بلند میشی؟ گفت ظالم مگه نمیدونی به پایین پایم مادرم زهرا سرو به رهنه کرده، خاکا به سر صورت میزنه، صدا میزنه مردم با غریبا حسین و مظلوما حسین. خوش به حالت، خوش به سعادت تو. این ناله ها مال هر کس نیست در این روز عرفه، اما دین به گردنت مرم از دعایت فراموش نکنی. منم خیلی گرفتارم ابا عبدالله. در این روز عرفه یک مشتری و بیچاره و در بدر آمدیم صدا میزنیم حسین حسین. ارباب من میدونی چرا اینقدر صدا میزنیم؟ اون لحظه ای که مالک الموت رو از بدن ما جدا میکنن برای بردن ما تو بیایی حسین. اما خیلی روایت داریم میگه وقت جنازه ما رو شما را حرکت میدن، غسلمون میکنن، گونمون میکنن، وارد قبر میگذارن، ملک میآید سوال میکنه بگو خدایت کیه؟ خدای یکتا. بگو پیغمبرت کیه؟ رسول الله. وقت به امام میرسه صدا میزنه اینا همون غلامان حسین هستن. روزای جمعه صدا میزنن غریبا حسین. حسین اجر پاداش امروز ما چیه خدا؟ اجر پاداش من که همین سالا شما رو نمیدارم، اگر شما هم هست همین رو بگیم.
الهی الله الهی الله الهی الله الهی الله خدایا به حق علی و اولاد علی الهی الله الهی الله خدایا حق و مزد امروز ما را میگیم اگر یک ثانیه به ما عمر عنایت میفرمایی عمر با عزت و با آبرو نصیب گردان خدایا اجر و پاداش امروزی ما میگیم تا او لحظه ای که خون در بدن داریم دست از دامن علی و اولاد علی ما را کم و کوتاه نکن